اطلاع دادیم در دایره اقدام‌های بشردوستانه و تشبث و تدبیرهای خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای طبیبان و کارمندان دیگری ساحه تندرستی و بیماران مبتلای سرایت نو کرونا در حجم 500 تن مواد خوراکباری به مبلغ عمومی 3 میلیون سومانی و زیاده از 50 نمود داروباری و لوازمات ضروری طبی به مبلغ 2 میلیون سومانی همچنین ماشین یاری تجلی تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. دیروز کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان دسترس کرده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. کمک‌های بشردوستانه و خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد پیشگیری پنجشنبه و تبابت سریوقتی مبتلایان بیماری نو کووید 19 در مملکت به طور منتظم عملی کرده می شود. این نوبت کمک انسان دوستانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مؤسسه های تندرستی و طبیبان و بیماران شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شد. حفظ سالمی جامعه و بهتر کردن شرایط بود و باش ساحه تندرستی در محور سیاست راهبریت عالی حکومت و دولت قرار دارد. در دایره کمک نوبتی احسانکارانه پرزیدنت مملکت که از سنه 15 می طریق 45 ماشین کلان بارکش از سمت شهر دوشنبه به جانب ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شد، آن عبارت از مالهای خوراکواری نیاز اول و مواد ضروری داروباری می باشد. همیگونه سنه 16 می کاروان احسانکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وارد ناحیه ونج گردید. 5 ماشین کلان بارکش، 4 عددش عبارت از مالهای غذایی و 1 عدد دیگرش مواد ضروری داروباری اینچنین لوازمات طبی به ناحیه مذکور رسانیده شد. اینجا ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان سلسله کمک‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های مملکت مخصوصاً به ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 و معالجه سریوقتی بیماران مبتلا یافته رسانیده می شود. توسط ماشین های کلان بارکش موادهای خوراکی نیاز اول و لوازمات طبی از درآمدگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه درواز سر کرده به طور منتظم شبانه روزی و به مقدار معین به دیگر شهر و ناحیه ها تقسیم کرده می شود. ساکنان برآمد ناحیه ونج از اقدام انسان دوستانه راهبریت عالی دولت و حکومت اظهار سپاس و منتداری بیان می نمایند. ما از این کمک بشردوستانه پیشوای ملت بهر طبیبان ولایت مختار کوهستان بدخشان و نیازمندان آن بی نهایت سرفرازیم و منتدارگی خود را پیش از همه از نام کل مردم بدخشان به حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از همه شخصا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بیان می نمایم. این تشبث نجیب سرور دولت، این تشبث بشردوستانه پیشوای ملت بار دیگر ما را به زندگی دلگرم می سازد. یأس و ناامیدی و ترس و هراس را از قلب ما بیرون می سازد و ما را وادار می سازد که همیشه به زندگی دلگرم باشیم. با اظهار منتداری ساکنان ناحیه ونج، غمخواری و مهربانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نشانه انسان دوستی، رعیت پروری و شاهکاری عظیم ابراز داشتند. کاروان کمک پرزیدنت امروز دسترس مردم ناحیه ونج گردید. ما افتخارمند از آنیم که پرزیدنت مملکت همچون یک شخص مشفق و غمخوار و انسان دوست و هدایت پیشه سهم خود را گذاشته ایستاده است. در قطار مواد آذوقه‌واری اینچنین در حجم 2 میلیون سومانی لوازمات و قرص‌های ضد ویروسی و دیگر تجهیزات لازمه طبی به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ارسال گردید. چون دیگر نواحی ولایت و ناحیه ونج نیز مال و محصولات طلبات اول اهالی و در عموم ده‌ها نوع اموال آذوقه‌واری تقسیم کرده شد. اینچنین در برابر محصولات آذوقه‌واری ناحیه مذکور با مواد داروباری ضد اپیدمیوی
نیقاب‌ها، لباس‌های مخصوصی محافظتی طبی، دستپوشک‌ها، محلول‌های آنتیسپتیکی، مائعه‌های پاکگردانی ظرف و زهر خیمیکات‌ها تامین گردید. کارمندان بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای این توجه و غمخواری رهبریت عالی دولت و حکومت اظهار سپاس بی اندازه کرده ابراز نمودند که با تمام مسئولیت خدمت مردم را به جا می‌آورند و بهر تامین سالمی جامعه از تمام امکانیت‌های کاری و کمک مادی حکومت ثمرناک استفاده می‌برند. پی در پی و به طور منتظم تحفه بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. از جمله قسم دیگر ماشین‌های بارکش به مرکز ولایت شهر خاروغ سفربر گردیدند.